الله تعالی می فرماید کاری نیکو کنید تا رستگار شوید. سوره حج آیت 77. از ابن عمر رضی الله عنه روایت شده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمود مسلمان برادر مسلمان است، بر او ظلم نمی کند و او را به دشمنش تسلیم نمی نماید. کسی که در صدد یعنی نیت برآوردن حاجت برادرش باشد، الله تعالی در صدد برآورده ساختن حاجت اوست. و کسی که گره کار مسلمان را بکشاید، الله بر عوض آن در قیامت مشکلی از مشکلاتش را می کشاید. و کسی که عیب مسلمان را بپوشد، خداوند در روز قیامت عیب او را می پوشاند. کتاب ریاض الصالحین، حدیث تحت رقم 244.